صحبت‌های ما پیش از آغاز برنامه گفته بودم ان شاء الله پیام رسید. ما برای نمی‌کنم فقط یک کوچک دو دقیقه درباره باران رحمت برای شما معلومات میدیم. یک بنیاد خیریه را ما ایجاد کردیم به همکاری دوستان و کسانی که برادران مسلمان در جرمنی هستند به نام بنیاد خیری باران رحمت. لله الحمد از ایجاد باران رحمت 2 سال سپری میشه. ما تانستیم که بیشتر از 6000 شاگردای مستمند در برشان قرطاسی و یاد توزیع کنیم. بیشتر از 1000 فامیل ما تحت پوشش کمک‌ها و مساعدت‌های بسته‌های مواد خوراکی قرار دادیم و یک کلینیک ایجاد کردیم به نام کلینیک باران رحمت که در ساحه ارزان قیمت موقعیت داره که رایگان در خدمت مریضداران است و دوا و هم معایناتشان رایگان است و همچنان ما کورس خیاطی ایجاد کردیم که تقریبا 400 خواهر تحت پوشش قرار داره که دوجه آموزش‌های مسلکی و خیاطی را می‌آموزند که بعد از فراغت برشان اسباب و وسایل داده میشه و همچنان در ماه مبارک رمضان از آغاز ماه مبارک رمضان تا فعلا که ما شما قرار داریم بیشتر از چند هزار روزدار لله الحمد و توفیق الله متعال و همکاری دوستان برشان افطاری آماده شده و افطاری امشب هم ما افتخار داریم که باران رحمت برای شما تقدیم میکنم. انشاءالله که شما از اون مستفید شوین و پروگرام دیگه ما توزیع قرآن عظیمشان مصحف‌های قرآن عظیمشان است که یک دوره ما آماده بودیم به تعداد 70 چند جلد قرآن عظیمشان توزیع کرده بودیم و حالا قرآن عظیمشان آماده است. انشاءالله افطار بسیار زیاد نزدیک است. من زیاد وقت شما نمیگیرم، فقط قرآن عظیمشان برای کسایی که شایقین قرآن عظیمشان هستند توزیع میکنم. الله متعال برای کل شما خیر دارین نصیب کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان گرانقدر، شب 27 است، شب قدر ان شاء الله که خداوند شب قدر نصیب میکنه. لله الحمد به تعداد کثیر از دوستان عزیز دیگه در شرک خواجه رواش حسب افطاری آماده شده. شما جریان اتفاقش میبینید. باران هم شدید میباره دیگه. باران رحمت افطاری سرخان باران رحمت انوار است. همه شما را به الله منان میسپارم. تک تک کسانی که در آماده ساختن افطاری در پروگرام های باران رحمت ما را تمویل کردن، جهان سپاس مزدتان در نزد الله متعال باشه. همه شما را به الله منان میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.